اینها برای اقتصاد مملکت نقش مؤثر دارند. سلام تماشابینان عزیز تلویزیون تاجیکستان. این لحظه برنامه مسیر از پیشنهادتان از تلویزیون تاجیکستان. ما قرار داریم در شاهراه ماشینگرد دوشنبه ترسونزاده سرحد ازبکستان. یادآور می‌شویم که شاهراه مذکور سال 2011 کارهای ساختمانی در این مسیر آغاز گردید و سال 2015 به استفاده داده شد. شاهراه ماشینگرد دوشنبه ترسونزاده سرحد ازبکستان با مقصد تطبیق هدف استراتژی، یعنی رهایی بخشیدن از بنبست کمونیکاسیونی به استفاده داده شد که در این زمینه برای بهتر بخشیدن خدمت‌رسانی نقلیاتی و رشد نمودن سطح زندگی مردم نگرانیده شده است. باز کردن راه‌های داخل جمهوری و پیوستن آن با جامعه جهانی بس و ضرور است. قبول شدن هدف استراتژی یعنی رهایی از بنبست کمونیکاسیونی محض به خاطر آینده درخشان مملکت و بهتر گشتن سطح زندگی اهالی منسوب می رود. از طریق به استفاده دهی راه مذکور به ساکنان شهر و ناحیه‌های حصار و ترسونزاده، شهرینو و سرحد ازبکستان امکان بهترین رفت و فراهم آمده است. در برابر این برای تاجران انتقال مال و محصولات آسان گردیده، ثمره اقتصادی دهچند زیاد شده است. راه از دروازه غربی دوشنبه تا شهر ترسونزاده آغاز یافته 45.3 کیلومترش با پهنایی 25.5 متر و حرکت چهارخطی نقلیات بنیاد یافته است. باقی مانده قسمت راه باشد با پهنایی 15 متر و حرکت دوخطی نقلیات عبارت می باشد. هنگام بنیاد شاهراه نیز راه‌های حدود محل‌های اهالی نشین پورا چراغان کرده شده است. بعد از استقلال به دست آوردن جمهوری تاجیکستان، جمهوری ما در نزد خود یکچند هدف‌های عالی استراتژی را پیش گذاشت و برای نویل شدن به این هدف‌ها البته جامعه تاجیکستان، حکومت تاجیکستان بسیار یک قدم‌های استوار گذاشت. یکی از همین هدف‌های استراتژیکی که علاقه نویل شدن و تاجیکستان در عرصه بین‌المللی معرفی گردید، این از بنبست کمونیکاسیونی برآمدن و به مملکت ترانزیتی تبدیل دادن جمهوری ما بود و بی‌واسطه با تشبث پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان، خصوصا تمام وزارت و اداره‌های حکومتی دخلداری که به این ساحه روانه گردیده بودند، دیده شدیم که در اصل این هدف روز به روز پیاده شد و تا جایی رسید که گوییم که تاجیکستان چهار طرفی برای ما باز گردید و در طول سالهای استقلالیت به استفاده داده شدن یک چند شاهراه‌ها از قبیل همین شاهراه دوشنبه تا سرحد ازبکستان، شهر ترسونزاده و سرحد ازبکستان بسیار در سطح زمانوی و در سطح خوب به راه مانده شده. وقتی که ما راه میگوییم این چی را در نظر میگیریم؟ این البته رشد تجارت است، رشد اقتصاد است. وقتی که راه بنیاد است، وقتی که راههای بسیار هم هموار و سطح بین‌المللی ساخته داده می شود، این با این وسیله می توانیم رشد تجارت را دانسته باشیم. وقتی که راه خوب است می تواند توسط این را بارکشانی شود، توسط این را ساحه سیاحی رشد یا توسط